سرخط خبرهای مهم. نشست اضطراری هواپیمای سومون ایر در ایران. در بانکمات مبلغ نیست. سرگردانی های مردم در باختر. و مفتی گفت آراستن دسترخوان ایدانه عنعنه مردمی است نه اسلامی. سلام بیننده های عزیز، عید مبارک باشد. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز چهارشنبه 28 ایون. مسلمانان تاجیکستان روز 28 ایون عید قربان یکی از دو عید بزرگ در دین اسلام را تجلیل کردند. ساعت 6 صبح در صدها مسجد جامع تاجیکستان نماز عید گذاشته شد. روحانیان در صحبتی پیش از نماز مثل سالهای گذشته از مردم دعوت کردند که در تجلیل عید قربان اسرافکاری نکنند. سید مطهر اسام‌الدین زاده سرخطیب مسجد کلانترین تاجیکستان در نزد نمازگزاران از عیدگردکی کودکان انتقاد کرده از والدین خواست فرزندان خود را در روز عید به نظارت نگذارند. صرف نظر از دعوت‌های روحانیان، کوچه‌های دوشنبه از صبح بر وقت پر از کودکان نورسان بود که در دست خلطه به تبریک مردم می‌رفتند و سوغاتی می‌گرفتند. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند به قربانی و دیگران برای زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویش و تبار می روند. هواپیمای خطسر دبی دوشنبه روز 27 ایون در شهر کرمان نشست اضطراری انجام داده است. رسانه ایرانی خبر آنلاین با تکیه به مدیر فرودگاه‌های ولایت کرمان نوشته است سبب فرود آمدن هواپیما فشار خون دو مسافر بوده است. روز 27 ایون ساعت 1 هواپیمای شرکت سومون ایر تاجیکستان با 189 مسافر درخواست فرودگاهی اضطراری در فرودگاه کرمان را کرد. با گفته خلبان مسافران از فشار خون شکایت کردند. در نتیجه پس از فرود آمدن هواپیمای بوینگ 737-800 کارمندان مرکز صدمه‌های طبی و یوری تجاری در این شهر به بیماران کمک اولیه رساندند. آنها دو خواهران بودند، گفته است علی جیزینی زاده در شرح این حادثه. با اطلاع منبع پس از دریافت خدمات زمینی و سوزشواری هواپیمای مذکور ساعت 14:19 از کرمان به سمت دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز کرد. شرکت سومون ایر فعلا درباره این حادثه اطلاعی نداده است. با دهه میزایمت در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان دیگر بار سیل آمده است. چندی از کاربران روز 27 ایون با فرستادن ویدیو از جای حادثه به رادیو آزادی گفتند سیل و سنگریزه پیش دریای شاخدره را گرفت و خانه ها و زمین های کشت زیر آب ماند. ضرری رسیده معلوم نیست. نوبدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده شام 27 ایون در صحبت تلفنی گفت با اطلاع گرفته آنها در روشقلعه سیل آمده است اما تفصیلاتش هنوز نرسیده. حکومت ناحیه روشقلعه در اعلامیه رسمی درباره رفع عاقبت‌های سیل چند روز پیش گزارش داده در مورد حادثه نو اشاره نکرده است. با اطلاع منبع سیل هفته گذشته به خانه استقامتی ساکنان ضرر رسانده زمین‌ها را نیز خراب کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان سیل‌های ویرانگر را نتیجه آب شدن پیریخ‌ها از گرمای شدید روزهای اخیر نامیده است. در عرفه عید و جشن‌ها که خرج معین دارد ساکنان منطقه بوختر میگویند اکثر بانکمات‌ها مبلغ ندارند و آنها نمی‌توانند پول نقد بگیرند. ساکنان میگویند 2 روز است که ساعت‌ها پشت بانک و بانکمات‌ها نوبت می‌پایند. بانک‌ها استراحت داشتند، بانکمات‌ها باشند یا کار نمی‌کنند یا پول ندارند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. نوبت پایی پشت در بانک و نزد بانکمات‌ها عید و عرفه خرج معین دارد ولی ساکنان میگویند پول نیست. 2 روز است که شهروندان نمی‌توانند نقدینه بگیرند، بانک‌ها استراحت داشتند، بانکمات‌ها یا کار نمی‌کنند یا پول ندارند. حمید اسلاموف بازنشسته از شهر باختر برای گرفتن پول به کوچه برآمده است. از شرایط خدمت رسانی بانک آن هم در عرفه عیدها آگاه است. میگوید نمیداند نقدینه پیدا میکند یا نه. پول هسته نیست افتامده میگوید نیست میرم پولش باشد او چیزا میستم اما کارتر میپرسن میگیرم همه اگر اومدم یا 10 میلیون 15 میلیون دیگه زیاد نمیستم آدم بسیار باشه. این دستگاه اولین بانک مالیوی خرد در باختر وقتی ثبت گزارشی ما پول نداشت. ساکنان میگویند کمبود پول مشکل اکثر بانک ها در مرکز ولایت ختلان است که پیش از عیدها زیاد دیده می شود. در این حالت ها مگروز که بسیار میشه اینه که طلبات بسیار می شود. در این حالت ها
возможно мумкин аст ки ягон пул набошад ё ки тамом шуда бошад банкоматҳо ин ҳолатҳо дида мешавад ё ки талабот бисёр мешавад аз ҳолати муқаррарӣ талабот бисёр мешавад. نمایندگان بانک‌ها در شهر باختر حاضر نیستند در مورد سرگردانی مشتریان و کمبود پول در بانکمات‌ها صحبت کنند. مشتری‌ها میگویند از حساب نفقه‌گیران که همشان در وقت پول میگیرند کمبود پول به میان میآید. آدم بسیار است از حساب نوحه‌های وقت و کوشانی‌ام که از شهر اومده میگیرند نفقه در یک وقت میشن. بانکمات‌های اون نوحه‌ها که نقص کار نمیکنند این بانکمات‌های این آدم‌ها اومده بانکمات‌های شهر در یک زیادی میره نوبت پایی میشه. اکثر بانک‌ها در شهر باختر به مشتریان بانک‌های دیگر برای گرفتن پول محدودیت جاری کردند. آنها نمی‌توانند از 200 سومانی بیشتر پول بگیرند و این حالت صرفه پول در بانکمات‌ها گفته می‌شود. امانت بانک دولتی در منطقه باختر 70 ترمینال یا بانکمات دارد ولی اکثریت آنها در عرفه عیدها که طلبات مردم به پول زیاد می‌شود پول ندارند یا کار نمی‌کنند. یک راه حل را ساکنان در گذشتن تاجران به پرداخت غیر نقدی مینامند ولی الحال تنها بنیادهای دولتی دستور شده است از پرداخت‌های نقد دست کشند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، شهر باختر. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت آراستن دسترخوان عیدانه و عیدگردک یک عنعنه مردمی است نه اسلامی و از این رو مردم باید برای خود جبر نکنند که این سنت عید را به جا نآوردند. مفتی تاجیکستان که در عرفه عید قربان با خبرگزاری خاور صحبت میکرد گفت این رفتار غیر از ظاهر پرستی خودنمایی و زیاده‌روی چیزی دیگری نیست. به گفته عبدالقادر زاده فضیلت اساسی عیدهای اسلامی خیر و سخاوت و دستگیری کم‌بضاعتان و یتیمان می باشد. او تاکید کرده است که همین مسابقه دسترخوان آرایی بعضی خانواده ها را دیده تاجران با استفاده از این فرصت نرخ محصولات را دوچند می‌بردارند. اگر ما برای دسترخوان آرایی عیدانه اقدام نگیریم و دسترخوان معنوی تشکیل نماییم ضرورتی به بازار رفتن و با نرخ‌های گران محصولات خریدن نمی‌ماند، گفته است عبدالقادر زاده. با نزدیک شدن عید قربان ساکنان و از دیگر منطقه ها نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بالاروی نرخ محصولات را مشاهده کردند. ساکنان میگویند برای تهیه دسترخوان عادی عیدانه در تاجیکستان یک ماه معاش میانه کفایت نمی‌کند. بخش یک روزی تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 ایون خبر می‌دهد. 28 июни соли 2005 додгоҳи олии тоҷикистон Рустам Файзиев муовини раиси ҳизби сабти ном нашудаи тараққиётро бо иттиҳоми таҳқири шахсияти раис ҷумҳур ва барангехтани адовати миллӣ ба 5 солу 10 моҳи зиндон маҳкум кард. ин ҳизбро Султон Қувватов таъсис дода буд. ҳукме ки бисёриҳоро дар тоҷикистон такон дод дар посух ба номаи интиқодии нафиристодаи Файзиев ба номи Созмони Милали Муттаҳид буд. Файзиев соли 2009 дар зиндон даргузашт. 28 июни соли 2019 нашрияи маъруфи Нью-Йорк Таймс филми таҳқиқотии худро дар бораи ҳамлаи соли 2018 ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара ва мусоҳиба бо Ҳусейн Абдусамадов раҳбари гурӯҳи ҳамлаварон нашр кард. дар нахустин ҳамлаи гурӯҳи давлати исломӣ дар хоки Тоҷикистон 4 нафар аз ҷумла 2 шаҳрванди Амрико ва 2 аврупоӣ кушта шуданд. 28 июни соли 2017 созмони амрикои Пантера гуфт ба сокинони водии Бартанги вилояти Бадахшон барои сохтмони оғилҳои амн ёрӣ хоҳад кард то чорвои худро аз ҳамлаҳои паланги барфи эмин нигаҳ доранд. онҳо мехоҳанд аз ин тариқ ҷони ин ҳайвони нодирро ҳифз кунанд. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ 124 сомонӣ, $100 амрикоӣ 1091 сомонӣ ва 100 евро ба 1188 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. бо шумо то фардо дар ҳамин вақту соат худоҳофизӣ мекунем. хайр.